66 در وطن ما جنگ بود، آمدیم اینجا ما خانه گرفتیم، اینجا آباد کردیم تا به فعلا زندگی میکنیم. اما 5 به 4 به 20 متر. نه گادر، دستک، چوب، امی هر چیزش که تا خشت پخته جامعه است خودشان جمع کردین، صرف با ما چپش کردیم. مکمل دم نقشه سرک را فعلا نگه تا فعلا ما رو چیز ندادین و یک فرمی که دادین که باش که فرم آیا برای ما چیز میتن یا نمیتن و خدمه کلش مکمل رفته، بسیار کم جایی. کار ساختمان خطوط فرعی سرک چهارراه تایمسکن الی چهارراه سرای شمالی به شدت جریان دارد. این سرک های فرعی با طول های 900 متر و با عرض های 14.5 متر در دو سمت به شکل معیاری و اساسی ساخته خواهد شد. از جمله عرض 14.5 متر آن 6.4 متر خط موتوررو می باشد و متبقی شامل ساخت پیاده‌روها، سرسبزی گلدانها، تنویر جاده ها، دهلیز های پیاده‌رو، خطوط بایسکل رانی، نصب علائم ترافیکی و ایستگاه است. اکنون کار یک سمت این سرک از مقابل ریاست ثبت و احوال و نفوس که یک قسمت آن قبل ساخته شده بود آغاز شده است. اسمم وثیق الله است، یک تن دریوارای شاروالی هستم. در سرای شمالی در این پروژه وظیفه اجرا میکنم. ما دیگه از تایمسکن شروع شده به سرای شمالی وصل میشه. همین سرک است. تقریبا ما روز اگر نزدیک خالی کنیم از 16 الی 15 پیر بالاتر میشه. اگر ما از مدن ببریم 2 پیر از مدن میاریم، 2 پیر هم از اینجا میبریم. مدن مثال مواد اضافیش هم انتقال میبریم مدن. از مدن پس مواد میاریم به اینجا. دیگه خوب است، گزاره میکنن، کار میکنیم. این مواد است مواد اضافی. ما اینا که بخش وقت کندیم انتقالش میتیم در اونجا، باز از ما اضافی میشه دیگه. این مواد که مواد برش میاریم مواد جغل است. جغل سنگ فرش میشه، در حد از این موادهای دیگه میفته که باز بیسکورس میگنشه، باز به مواد قیر میگنشه، باز مواد از قیر میشه. ساعت کاری ما خو برادر خان از ساعت 6 بجه که ما میرسیم تا 6:30 اینجا میرسیم تا 5:30 بجه. 5:30 بجه وظیفه میکنیم. وقت کاری از ایرا در ما گفته نمیتونیم. چقدر طول وقت مگره باید تا چقدر وقت کار شود. دیگر یعنی پروسه ماست که ما جریان داریم، دیگر در جریان کار کرده رسیم. توکل ما و شما به خدا.
کار ساختمان خط دوم این سرک پس از پاکسازی و موانع در جریان است. قابل ذکر است که برای ملکیت‌های باقی مانده تحت استملاک خصوصاً دکانداران سمت چپ این سرک از قبل اطلاع داده شده است که هرچی عاجل دکان‌های خود را تخلیه نمایند تا زمینه کار ساختمان این پروژه مهم و عامل منفعه مساعد گردد. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر. خان پاچا هستم، یکی از باشنده‌های محله سرای شمالی. والا ما خو وقت منطقه عرفوی است و یکی زورآباد است میگن و چه رقم خانه ما مکمل در نقشه سرک را فعلا. میگه تا فعلا ما رو چیز ندادین و یک فرمی که دادین که باش که فرم آیا برای ما چیز میتن یا نمیتن، بخاطر ما کلش مکمل رفته، بسیار کم جایی. 2.5 بسوه از ما بود مکمل، دیگه 1-2 متر 2.5 مترش مانده و قضیات هم نمانده. 2.5 بسوه مکمل 3 منزل بود که تاکوش مکمل رفته، چیز نمانده. در این مسیر ما 3 دانه یک نانوایی بود، 2 دانه دکان بود از ما، در پالی ما از کاکای ما بود تقریبا 4 تا دکان از این بود. همین مسیر مکمل دکان ها خیلی زیاد رفته. خانه مردم هم بود از ما خو مکمل اون میبینی بسیار کم مانده، 1-2 متر یا 2.5 متر اگه مانده باشه، از بسیاری ها خیلی نمانده، از بسیاری ها زیادش مانده. همین رقمیه بود. والا برای ما یک فرم پیش از اینکه تخریب کنه آمد خانه را سعی کرد نقشه کرد، یک فرم انجینر آمد برآورد کرد، فرم داد گفت بره، رفتیم بیادر گفت شما منتظر باشید، منتظر زنگ باشید. دیگه ما می وکیل ما هم کدام کاری باقی ما تا فعلا نکرده که بیا مثلا بگه کتان کمک میکنیم یا بره یا این رقم. هیچ دیگه فعلا این یک هفته زیادتر خانه ما تخریب شد، کدام چیزی برای ما نداد فعلا. 35 سال شد تولد مگه بگم که این خانه می سرای شمالی شده. دیگه چیزی که ما کمک کنن 3 منزل خانه میال در خانه کرایی زندگی میکنیم. و ما قدر بساط شام نداریم که ما یک خانه گرو بگیریم یا چیزی بگیریم، منتظر از همین هستیم باش که چیزی برای ما میته یا نمیته. شاروال کابل با ارزشی که این سرک دارد مصمم است تا در سال جاری در 4 خط آن را تکمیل نماید تا مورد بهره برداری قرار گیرد و با تکمیل شدن کار این سرک ها مشکلات ترانسپورتی و ترافیکی شمال شهر کابل مرفع می گردد و رشد اقتصادی و سهولت های بهتر اجتماعی را فراهم خواهد ساخت. نام خادی باشنده این منطقه هستم. ذات خوب آمدم تا همین تا سمت شمال جور کردم. حالا بگویم مازی پروژه خوش هست نمیاد. فهمیدی؟ هیچ جا چه میگه این سمت شمال موتور بند میشه تا بالا میشه. از همیشه بند میشه. راه بند نیست. ما در این پروژه ما خوش هستیم، بسیار خوش هستیم جور کردیم. ما این خانه رو گرفتیم در 66. در وطن ما جنگ بود آمدیم اینجا ما خانه گرفتیم. اینجا آباد کردیم تا به فعلا زندگی میکنیم. اما 4 بسوه و 20 متر. یک 150 مترش مانده باشه. از این پروژه خوش هستیم. خاک ماست، وطن ماست جور میشه. من تا مقصد است که غم بیچاره غم ما بیچاره که ما توانایی نداریم که ما اینجا به خود خانه جور کنیم یا سرپناه جور کنیم.
بعد قواره گو بچه سعی کنی که سعی بیخی که بازو تو اگه میشه که اگلونگا که چیزی را پرتم که با شما خوب بیا از پیسه نمیتی دیگه. سلام علیکم لالا جان، خیر خیرات بخیر آمدین جناب صاحب، صحتمند هستید؟ قربانت. شیران آقاستم از ولایت پروان دیگه خدمت به کابل میکنم، در داخل کابل میسکواتور از خودتان میبینه. قربان چم دیگه ما از تایماسکن چوره تایماسکن شروع کردیم به سرای شمالی میریم. فعلا از اول نفوذ تذکره و چیزا تیر شدیم، نزدیک سرای شمالی استیم. دیگه از ما کندنکاری ما ادامه داره و خودتان میبینه، از اون جغل چیزا میره پرکاری است. تاشن که سرک خانه بود، تاشن که خانه سرک بود دیگه تخریب کردن مسکینا، که ما همکاری هم کردین دیگه و خودتان میبینی خانه مسکینا رفته. هر خانه که در نوش سرک بود حتما دکان داره، به دکان خرید نمی باشه نوش سرک. اینو برای کل ما شما معلوم است. گادر، دستک، چوب، هر چیزش که تا خشت پختهش آمد خودشان جمع کردین، صرف با ما چپش کردیم. 6:30 شروع میشه تا 4:30 به خاطر وطن، تا 5:05 ما هستیم کار میکنیم. بسیار انمیال تو سرای شمالی 4 بجه 4:30 بجه 5 بجه بیا که موتر از اون سرای شمالی قطار میباشه تا تایماسکن را بند است. این وصولت از به خود مردم ما، برای خود ما، برای هموطنای ما که تیر میشه، کسایی که از خارج میایه و فامیلی داخلی است. خداوند اجر نصیب کلگی کنه از ما شما همچنان. آرام سرفراز باشن گلم.